الله، به درستی کسانی که کتمان کردند آنچه که الله نازل فرموده، من الکتاب، کتاب را کتمان کردند. من الکتاب من بیانیه هست، ما انزل الله را چی می کند؟ بیان می کند. و یشترون به ثمنا قلیلا، این سبب کتمان. چرا مسئله حق را پوشید؟ در مقابل پول گرفت، در مقابل خلعت گرفت از مردم، از حاکم، از پادشاه، لذا حق را کتمان کرد، جیره گرفت، جیره کمی نگرفت. اینجا خدا میگه ثمنا قلیلا، چون که در مقابل نعمت آخرت، در مقابل انعامات الهی قلیل است، هر چی که زیاد گرفته باشه. الله می فرماید و یشترون به ثمنا قلیلا، در مقابل این کتمان میگیرد ثمن قلیل.